اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله. برادران عزیز و مهربان، درس آموزش حرفای عربی با یاردم الله جل جلاله 7 درس آموزش حرفای عربی را برادران پیشکش شما کردیم. امروز انشاءالله با یاردم الله ذوالجلال درس 8 را پیشکش میکنیم. برادران عزیز و مهربان، چطوری که در درس 6 وعده کرده بودیم که آن حرفهای الفبای عربی را با هر یک حرف جداگانه و با 3 کلمه دیگر بعدش که آن حرفی الفبا در اول کلمه و در وسط کلمه و در آخر کلمه باشد برای شما پیشکش میکنیم که در درس 7 ما و شما تا حرف زا رسیدیم، یعنی تا حرف ازغه، و در این درس 8 با یاردم الله جل جلاله انشاءالله شروع میکنیم از حرف عین. پس برادری مهربان، این حرفی چی هست؟ البته گفتیم حرف عین. عین زبر ا. خب با حرف عین 3 کلمه آورده شده است. ببین کلمه اول، در اول این کلمه حرف عین هست. ببین عین زبر ا. و در وسط این کلمه حرف قاف هست، قاف زبر ق. و در آخرش حرف دال، دال زبر د. ببین پس خوانده می شود عقاد، عقاد. خب دویم کلمهش این حرف فا است. در اول کلمه دویم حرف فا، فا زبر فا. و این حرف عین هست در وسط کلمه. ببین حرف عین در وسط به این طریق نوشته می شود، عین زبر ع. و در آخر حرف لام هست، لام زبر لا. پس خوانده می شود فعل، فعل. و این 3 کلمه. در اول کلمه حرف جیم هست. ببین حرف جیم، یعنی جیم زبر جا. و در بینش، در میانش حرف میم است، میم زبر ما. و در آخرش حرف عین، حرف عین در آخر کلمه به این طریق نوشته می شود، عین زبر ع. پس خوانده می شود جمع، جمع. خب دوستی عزیز، این حرفی چی هست؟ آفرین، حرفی غین، غین زبر غا. ببین با حرف غین هم 3 کلمه آورده شده است. خب حرف غین در اول کلمه به این طریق نوشته می شود. ببین غین زبر غا. و این حرف را هست، را زبر را. و در آخر حرف سین هست، سین زبر سا. پس خوانده می شود غارس، غارس. خب دویم کلمه این حرف شین هست. ببین حرف شین در اول کلمه، شین زبر شا. و این حرف غین هست در وسط کلمه. ببین حرف غین در وسط کلمه، در میان کلمه به این طریق نوشته می شود، غین زبر غا. و این حرف لام در آخر کلمه، لام زبر لا. پس خوانده می شود شغال، شغال. خب این 3 کلمه. در اول این کلمه حرف با هست. ببین حرف با، با زبر با. و این دویم حرف در وسط حرف لام هست، لام زبر لا. و در آخر حرف غین هست، غین زبر غ. پس خوانده می شود بلاغ، بلاغ. خب این حرفی چی است؟ آفرین، حرفی فا، فا زبر فا. خب فا، با حرف فا با 3 کلمه آورده شده است. ببین در کلمه اول حرف فا در اول کلمه. ببین فا زبر فا. این دویم حرف حرف قاف، قاف زبر قا. و در آخر حرف دال، دال زبر دا. پس خونده می شود فقاد، فقاد. خب دویم کلمه این حرف نون هست در اول کلمه، نون زبر نه. و این حرف فا است
وسط کلمه، در وسط کلمه وقتی حرف فا بیاد به این طریق نوشته می شود. فا زبر فا و در آخر حرفی عین هست، عین زبر ع، پس خوانده می شود نفع نفع. خب سیوم کلمه، این حرفی عین هست، در اول کلمه حرفی عین، عین زبر ع و این حرفی طا هست، حرفی طا، اتقی، اتقی زبر طا و در آخر حرفی ف هست. ببین حرفی ف در آخر به این شکل نوشته می شود، ف زبر ف، پس خوانده می شود عطاف عطاف. خب این حرفی چی است؟ آفرین، حرفی قاف، قاف زبر قا. خب با حرف قاف هم سه کلمه آورده شده است. ببین قاف در اول کلمه به این طریق نوشته می شود، کلمه یکم، قاف زبر قا و این حرف صاد است، صاد در وسط کلمه، صاد زبر صا و در آخر حرفی دال هست، دال زبر د، پس خوانده می شود قاصاد قاصاد. خب دویم کلمه، این حرف سین است، در اول کلمه حرف سین، سین زبر س و این حرفی قاف هست، در وسط کلمه ببین حرف قاف به این طریق نوشته می شود، قاف زبر قا و در آخر حرفی تا هست، اتقی، اتقی زبر تا، پس خوانده می شود سقاطا سقاطا. خب سیوم کلمه، این حرفی خا هست، ببین در اول کلمه حرفی خا، خا زبر خا و این حرفی لام هست، لام زبر لا، لام در وسط کلمه، لام زبر لا و این حرفی قاف هست، قاف در آخر کلمه به این شکل نوشته می شود، قاف زبر قا، پس خوانده می شود خلق خلق. خب این حرفی چی است؟ آفرین، حرفی کاف، کاف زبر ک. خب با حرفی کاف هم سه کلمه آورده شده است. ببین کاف در اول کلمه به این شکل نوشته می شود، در کلمه یکم، ببین کاف زبر ک و این در وسط کلمه یکم حرفی ت است، ت زبر ت و در آخر این کلمه حرفی میم هست، میم زبر ما، پس خوانده می شود که کتم کتم. خب این کلمه دوم حرفی سین هستین، سین، سین زبر س، سین در اول کلمه سین زبر س و در وسط کلمه حرفی کاف هست، کاف، کاف زبر ک و در آخر کلمه حرفی ب هست، ب زبر ب، پس خوانده می شود سکب سکب. خب سیوم کلمه، این حرفی میم هست، در اول کلمه میم زبر ما و این حرفی سین هست، حرفی سین در وسط کلمه به این طریق نوشته می شود، سین زبر س و در آخر حرفی کاف هست، ببین حرفی کاف در آخر، کاف زبر ک، پس خوانده می شود مسک مسک. خب این حرفی چی هست؟ آفرین، حرفی لام، لام زبر لا. ببین با حرف لام هم سه کلمه آورده شده است. کلمه یکم، در کلمه یکم حرف یکمش چی است؟ حرف لام، ببین لام زبر لا و این حرفی میم هست. دویم کلمه، در کلمه یکم حرف دویم در وسط کلمه حرفی میم هست، میم زبر ما و این حرفی سین هست، سین زبر س، پس خوانده می شود لمس لمس. خب دویم کلمه، این حرف یکم حرفی چی است؟ حرفی خا، خا زبر خا و این در وسط کلمه حرف لام هست، ببین حرف لام به این طریق نوشته می شود، لام زبر لا و در آخر حرفی ف هست، ف زبر ف، پس خوانده می شود خالف خالف. خب سیوم کلمه، این یکم حرفی چی است؟ حرفی فا، فا زبر فا و این دویم در وسط کلمه حرفی صاد است، صاد زبر صا و در آخر حرفی لام هست، ببین لام به این شکل نوشته می شود، لام زبر لا، پس خوانده می شود فاصل فاصل. خب این حرفی چی است دوستان؟ آفرین، حرفی میم، میم زبر ما. خب با حرف میم هم سه کلمه آورده شده است. خب کلمه یکم، ببین حرف یکم در کلمه اول چی هست؟ میم هست، ببین
میم به این طریق نوشته می شود. میم زبر ما و این دویم حرف وسط حرف را هست. را زبر را و این در آخر حرف جیم هست. جیم زبر جا. پس ببین خوانده می شود که مراجع مراجع. خب کلمه دویم این حرف ح است. ح زبر ح. ببین در وسط کلمه حرف میم هست. حرف میم در وسط کلمه به این طریق نوشته می شود. میم زبر ما و در آخر حرف لام هست. لام زبر لا. پس خوانده می شود حمل حمل. خب سیوم کلمه این حرف ح است. حرف ح. ح زبر ح و در وسط کلمه این حرف کاف هست. کاف زبر که و در آخر ببین حرف میم هست. میم در آخر به این شکل نوشته می شود. میم زبر ما. پس خوانده می شود حکم حکم. خب این حرف چی است؟ آفرین حرف نون. نون زبر نه. خب با حرف نون هم سه کلمه آورده شده است. ببین این کلمه یکم با حرف نون سر میشه. در اول کلمه حرف نون. نون زبر نه. ببین در اول کلمه حرف نون با این طریق نوشته می شود. نون زبر نه. و شین زبر ش. این حرف شین است. شین زبر ش و این حرف الف است. همزه. الف زبر ا. خب خوانده می شود نشأ نشأ. خب کلمه دوم این حرف میم در اول کلمه است. میم زبر ما. ببین حرف نون در وسط کلمه به این طریق نوشته می شود. نون زبر نه و در آخر حرف عین هست. عین زبر ع. پس خوانده می شود منع منع. خب و این کلمه سیوم حرف واو هست. در اول کلمه حرف چی هست؟ آفرین حرف واو. واو زبر و این در وسط کلمه سیوم حرف چی است؟ حرف ز هست. ز زبر ز و در آخر حرف نون هست. نون زبر نه. پس خوانده می شود وزن وزن. خب این حرف چی است؟ آفرین حرف واو. واو زبر و. ببین با حرف واو دو کلمه آورده شده است. ببین در کلمه اول حرف چی است؟ واو در اول کلمه. واو زبر و دوم حرف در کلمه اول حرف قاف است. ببین این حرف قاف است. قاف زبر قا و این حرف عین. عین زبر ع. پس خوانده می شود وقع وقع. خب کلمه دوم در اول کلمه حرف عین است. ببین عین زبر ع و دوم کلمه در وسط کلمه چی است؟ حرف واو. واو زبر و در آخر حرف ر هست. ر زبر ر. پس خوانده می شود عوار عوار. خب این حرف چی است؟ آفرین حرف ها. ه زبر ها. خب با حرف ه سه کلمه آورده شده است. ببین سه کلمه است. خب در کلمه اول حرف ه حرف یکمش حرف ه است. ببین ه زبر ها در اول کلمه حرف ه به این طریق نوشته می شود. ه زبر ها. ز زبر ز این حرف ز است. ز زبر ز و در آخر حرف میم است. میم زبر ما. پس خوانده می شود هزم هزم. خب دویم کلمه حرف اولی این حرف نون هست. ببین این حرف نون است. نون زبر نه و این حرف ه است. حرف ه در وسط کلمه به این طریق نوشته می شود. ه زبر ه و در آخر حرف جیم هست. جیم زبر جا. ببین خوانده می شود که نهج نهج و در آخر حرف کلمه آخر حرف اولش حرف الف هست. همزه. الف زبر ا و دویم حرفش در وسط حرف چی است؟ حرف لام. لام زبر لا و در آخرش حرف ه است. حرف ه در این کلمه در آخر است. پس خوانده می شود اله
اله. ببین در آخر حرف هک آمد، به این طریق چی نوشته می شود. خب این حرفی چی است؟ آفرین، حرفی یا. یا زبر یا، یا زبر یا. خب با حرف یا یک کلمه آورده شده است. ببین یک کلمه است نه، و این کلمه با حرف یا شروع می شود. در اول این کلمه حرف یا است. در اول کلمه حرف یا که آمد به این طریق چی نوشته می شود. ببین یا زبر یا، و در وسط کلمه حرف نون هست، نون زبر نه، و در آخر چی حرف عین هست. پس خوانده می شود یا نع، یا نع. خب برادران عزیز و مهربان، این بود درس های آموزش حرف های عربی که حالا ما و شما درس 8 را شنیدیم و دیدیم حرف ها را، و در اینجا درس 8 را به پایان می رسانیم. ان شاء الله رب العالمین درس 9 را شروع می کنیم، باز از خواندن و از تشکیل کردن کلمه ها. برادران عزیز و مهربان، هر کجایی که باشید الله یار و مددگارتان باشد، و فراموش مکنید این حرف ها را، این کلمه ها را در ورق بنویسید با دست خودتان. البته را به فایده و به منفعت خود شماست که زودتر و تیزتر خواننده قرآن و خواننده حرفای عربی می شوید. برادران عزیز و مهربان، هر کجای باشید الله یار و مددگارتان باشد و ذهن شما را قوی بگرداند و محبت شما را به قرآن و به خواندن قرآن عظیم شان زیاده بگرداند، و همیشه سربلند و با یاد الله جل جلاله باشید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.